گوش کنیم به فرمایش رسول بزرگوار اسلام صلی الله تعالی علیه و سلم که میفرمایند ان الله عز وجل بعثنی رحمتا و هدى للعالمین و امرنی ان امحق المعازف و ان امحق المزامیر و المعازف و الخمور و الاوثان التي تعبد فی الجاهلیه. امت پیغمبر هستیم، به افتخار ختم صحیح البخاری احادیث پیغمبر جمع شده ایم. میخواهیم از این جلسه بهره بگیریم، یک عهد و پیمانی با خدای محمد رسول الله علیه السلام ببندیم که در مسیر ارشادی که برای ما بیان نمودن قدم برداریم. ترجمه حدیثشان چیست؟ خدای عزوجل مرا رحمت و هدایتی برای انسانها مبعوث کرد و به من امر فرمود که آلات موسیقی را از بین ببرم، شرابها و مسکرات را از بین ببرم و بت‌هایی که در جاهلیت پرستش میشد از بین ببرم. ببینید آلات موسیقی را در ردیف شراب و در ردیف بت‌هایی که در جاهلیت پرستش میشد قرار میدهند و میفرمایند که خدای من به من امر فرموده است که تمام اینها را از بین ببرم. امت شرم کن از آن چرا که پیغمبر تو مأمور است از بین ببرد، باز تو برخلاف رویه پیغمبر خود در خط مقابل قرار بگیری و به نفع لشکر شیطان و دشمنان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم العیاذ بالله آنها را ترویج کنی به عنوانی که اینا وسیله تفریحن، وسیله شادی هستند و هیچ گونه جواز شرعی نداشته باشند.